سلام خدمت دوستان. یه ترید زدیم با سیستم ایچیموکو روی یو اس دی جی پی وای. این ترید رو میکشم روی چارت. همین قسمت این تریدی که ما زدیم، سیستم اینه: شما زمانی که کراس نزولی یا صعودی، خب ما میرم تایم فریم 15 دقیقه، اینجا کوموی ما کراس نزولی داده 26 تا قبلترش قیمت کجا میشه؟ اینجا. ما از تو تایم 1 دقیقه میشه این از این ناحیه، من رنگش رو عوض کنم، از این ناحیه کوموی ما نزولی شده. خب ما اینجا دنبال یه کوموی صعودی میگردیم، خب که یه اصلاح داده باشه بهمون. این اصلاح زمانی که کوموی ما نزولی شد تو تایم 1 دقیقه، دنبال نقطه ورود میگردیم برای سلش. خب چیکار میکنیم؟ یعنی دقیقا من اینجا که وارد شدم، اینجا کوموی من نزولی شد، قیمت قشنگ اومد پایین، لاین منو شکست. ما یه کی جنسن و تنکنسن من حالت حمایت گرفتم و از این نقطه میتونی سیل بزنی. استاپ لاس بالای این دو قله کمود میتونه باشه. تارگت صدت شما میشه 150% همین مقداری که رفته بالا اصلاح کرده، نه همین مقداری که اصلاح کرده. استاپ شما میتونه این بالا باشه، ریوارد شما میتونه روی 150% باشه، یعنی 1/2 راحت. اینجا به من 1/2 رو داده. خب پس زمانی که دقیقا این نقطه‌ای که من اینجا سیل زدم 26 تا جلوتر، اینجا کوموی من نزولی شده، قیمت قشنگ اومده اینجا پایینال لاین رو کراس کرده، پایینال لاین ما حالت حمایت گرفته. شما از اینجا میتونید وارد نقطه سل چی، حالا این مقداری که اصلاح کرده تا 150%. این سیستم خوب برای ایچیموکو، دقیقا همون اصول فراکتالیه. این از 15 میایم به 1، اجازه میدیم اون کوموی نزولی همجهت به تایم 15 ما شکل بگیره. این حرکت اصلاحی ماست و میتونیم یک ترید خوب با سیستم ایچیموکو بزنیم.